برای آنچه میخواهی آرزو میکنی و تلاش میکنی به دست میاری و چه خوب است که ما آرزوهایمان را به دست بیاریم تا به زندگی لذت بخش تبدیل شود. صبح قشنگتان باز هم بخیر باشه. در ادامه برنامه خیلی خوش آمدید. ما در بخش میمانخانه هستیم و خوشبختانه مهمان بسیار عزیز و گرامیمان حضور پیدا کردن. جناب استاد احمدزی صافی مدرس فن بیان هستند و امروز قرار است در مورد انگیزه صحبت بکنیم که انگیزه چی است و چگونه میتونیم ما انگیزه را در وجود خود تقویت بکنیم. پس بنده ما همچنان باشید. صبح بخیر افغانستان عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان بامداد خوش. تشکر از این که طلوع را انتخاب کردین و بیننده برنامه خودتان بامداد خوش هستین. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بخش جوانان است. چه مهمان نازنین و گرامی را امروز دعوت کردیم. آقای احمدزی صافی مدرس فن بیان هستند و امروز قرار است در مورد تفاوت میان سخنران و سخنور صحبت بکنیم که سخنران چه کسی است، سخنور چه کسی است و چه تفاوت‌هایی میان اینها وجود داره. همش ان شاء الله از مهمان ما خواهیم شنید. امروز را درست و خوب زندگی کن، هرگز منتظر فردای خیالی نباش. شما بیننده برنامه صبح آرزو با طور زنده از طریق تلویزیون جهانی آرزو هستین. دوباره برگشتیم در بخش مهمانخانه قرار داریم و خوشبختانه مهماندار هستیم. مهمان خیلی خوب آقای احمدزی صافی مربی انگلیسی هستند و امروز قرار است درباره موفقیت صحبت بکنیم که موفقیت چی است و چگونه میتونیم به موفقیت برسیم. پس بیننده ما همچنان باشید. فعلا هم در استودیو احمدزی صافی مدرس فن بیان و مربی موفقیت با خود دارم. احمدزی سلام، صبح بخیر. کاش میشد خنده را تدریس کرد، کارگاه خوشدلی تأسیس کرد. کاش میشد عشق را تعلیم داد، کاش میشد عشق را تعلیم داد، ناامیدان را امید و بیم داد. کاش میشد شاد بود و شادمانی را ستود، با نشاط دیگران دلشاد بود. ویکتور هوگو میگوید که خوشبخت کسی است که به این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا هم دوستانی که اهل کتاب باشد. صبح قشنگتان واسه هم بخیر باشه. امیدوار هستم که جانجوری قرار جان شما از جان باشد. در بخش مهمانخانه قرار داریم و خوشبختانه مهمان بسیار عزیز و گرامی حضور پیدا کرده. آقای احمدزی صافی مربی انگلیسی هستند و قسمی که در نخست یادآوری کرده بودیم امروز قرار است در مورد راه‌های تقویت حافظه صحبت داشته باشیم. پس بنده ما همچنان باشید. او همه عیب تو گوید تا بپوشد عیب خود. برگشتیم دوباره در خدمت شما هستیم هموطنان عزیز و خوشبختانه که مهماندار هستم. احمدزی صافی در برنامه حضور پیدا کردن که بیشتر گپ شنود می داشته باشیم مرتبط به یک موضوع خیلی هم مهم که میتونه زندگی شما را حتی متحول بسازه. اثرات مثبت یا منفی کلام روی افراد هست که بیشتر از زبان صافی سر میشه. گفت بله، آغاز دوست داشتن است. گرچه پایان کار ناپیداست، من به پایان دیگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست. شما بیننده برنامه صبح آرزو با طور زنده از طریق تلویزیون جهانی آرزو هستین و ما هم رسیدیم در بخش روانشناسی و خوشبختانه مهمانان بسیار عزیز و گرامی حضور پیدا کردن. جناب احمدزی صافی و عبدالبایس همت مربیان انگلیسی هستند و قسمی که در نخست الهام داده بودیم و گفته بودیم که امروز قرار است در مورد هدف صحبت بکنیم و هدف حرفه‌ای چی است و چگونه میتونیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم و فرق بین افرادی که هدف ندارن و افرادی که هدفمند است در چی بودن میتونه. پس بیننده ما همچنان باشید.